لبخند زد و با مهربونی گفت عزیزم بیا برسونیمت. اینجوری خیلی زودتر میرسی تا اینکه بخوای 3 ساعت منتظر اتوبوس باشی. گفتم نه ممنونم، مامانم عصبانیه که مدرسه نرفتم و نمیخوام عصبانی ترش کنم. قیافه مهربون زنه یه دفعه تغییر کرد و اخماش رفت تو هم. بعد ناگهان دست چپمو گرفت و منو به زور کشوند سمت ماشین. اون موقع کسی دور و بر پارک نبود چون صبح زود بود و هوا هم خیلی سرد بود. با تمام وجود جیغ کشیدم کمک. بعد دست دیگه‌شو گذاشت روی دهنم و مرد توی ماشین اومد و کمکش کرد تا منو بندازه عقب ماشین. با سرعت رفتن و فهمیدم دارم منو میبرم به یه عمارت نزدیک جنگل. تو راه فقط داشتم گریه میکردم. ناگهان یه هلیکوپتر پلیس ما رو دید و اونا هم به محض اینکه صدای هشدار پلیس رو شنیدن از ماشین پریدن بیرون و پا گذاشتن به فرار. من شانس آوردم چون وقتی دزدیده شدم یه ماشین نزدیکمون بود که همه چیزو دیده بود و از اون طرف مامانم هم به محض تماسمون به پلیس زنگ زده بود، چون شاید اگه این کارو نمی‌کرد به موقع نمی‌رسیدن. آدم رباها بالاخره پیدا شدن و فهمیدیم مرد یه بچه باز سابقه دار بوده. در نهایت به جرم تجاوز به یه بچه 13 ساله به 23 سال حبس محکوم شد و زن هم به عنوان شریک جرمش 11 سال حبس خورد. هرگز نذارید بچه‌هاتون تنها جایی برن، چون این دنیا پر از گرگه در لباس میش.